بچه‌ها سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. من پویا امادی هستم، مدیر نتیکام. نمیدونم منو میشناسید یا نه، ولی من خیلی خوشحالم که برای بار اول بدون واسطه میتونم با شما صحبت کنم. خب چی شده که من توی یوتیوب میبینید؟ خواستم یه توضیح خیلی مختصر بدم و بریم سراغ آموزشمون. خب تا الان آموزش هایی که من میدادم به چه صورتی بود؟ همش میرفت توی وبسایت های مختلف و من بعد مثلا از طریق اون وبسایت ها باهاتون در ارتباط میبودم و بعد خب طبیعتا یه هزینه هم میدادید، همینا میذاریم کنار. الان دیگه میخوایم به رایگان در اختیار شما بذاریم آموزش های خودمون. برای شروعم تصمیم گرفتم یه دونه آموزش مختصر و مفید از وردپرس برای شما بسازم. امیدوارم که ازش لذت ببرید. توی این آموزش ما میخوایم خیلی فشرده، کوتاه و مختصر یه آموزش کوتاه از وردپرس بدیم، بعدم بریم سراغ پلاگین های وردپرس. آخه خود هسته وردپرس که چیزی نداره که. پس اگر میبینید این آموزش کوتاه در حد 4 5 دقیقه میخوایم بهش بپردازیم هر جلسه یعنی حدودا فکر کنم 15 16 جلسه 4 5 دقیقه‌ایه، چون واقعا نمیخوام توی هسته وردپرس زیاد بمونم. میخوام یه چیزای مختصر بگم برای بچه‌هایی که کلا از وردپرس هیچ اطلاعی ندارن، بعدش هم بریم سراغ پلاگین‌های وردپرس و خلاصه کلی کار داریم توی این کانال. خب چطور میتونید از ما حمایت کنید؟ مشخصه، اول لایک کنید، بعدم سابسکرایب کنید، کامنت هم بذارید. حالا کامنتاتون اگر سوال باشه که خب من با افتخار بهتون جواب میدم. اگر دوست دارید یه تاییدی، لایکی، هر چیزی که فکر میکنید احساساتتون رو در رابطه با اون ویدیو میخواین بگید، من حتما استقبال میکنم ازش. پس لایک کنید، سابسکرایب کنید، به دوستان خودتون هم کانال منو معرفی کنید. حتما این به کانال ما سر بزنید، قرار اتفاقای خیلی خوبی توی این کانال بیفته. پس با جلسه اول از آموزش وردپرس میبینمتون. فعلا خدا نگهدار.